دریا بیکرانه است، وجب به وجبش راز و رمزه، درست همونطور که فکرشو میکردم. لهجه دارید؟ خب بله لهجه دارم، البته به یک نوع گویش خاص شبیه تر تا لهجه آقا. من نویسندم. ماشاءالله ماشاءالله، از کلاتون معلومه اتفاقا. نویسنده را باید از نوشته ها شناخت آقا. تلیفاتتون مد نظرمون نیست. خب بله هنوز نتونستم چیزی بنویسم. این صدای قهقهه تاریخی که پیوسته نیشش بر روی قلم ها باز بوده. تاریخ و نویسنده ها می نویسند. بله بس حق باز شما. داستان من داستان اون مورچه‌ایه که یک قطره آب بارون ریخ روش، بعد داد زد که ای هوار دنیا را آب برده. خدا به من تو همزمان دو چیز بده، مال تو البته با خودت، اما مال من پوله. نه مال من پول نیست آقایون. میدونم معلومه. مال من در حقیقت عشق و عدالت. عشق یه جفت علنگو، عدالت هم نیم کیلو سیب زمینی. دیگه بلنگو میخوای چی کار؟ علنگوار اگه بدل بسازن آقا، سیب زمینی ها اگه پوسیده و کرم خورده باشن. منظور من جستجو بود، شما نگرفتید. میدونی پشت یه تریلی خوندم گشتم نبود نگرچه نیست. گشتم نبود نگرچه نیست گشتم. من فکر می‌کردم آسمون یقین باید روشن باشه، اینو دلم بهم گفته بود. خوشا به دلت. من دیدم مرگو که زندگی رو بغل کرده بود و داشت میبردش پارک. لا 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 داشت برای شعرم میخوان، تو شعرش پاییز بود. آره پاییز بود. ای بچه ها پاییزه، برگ درخت میریزه، هوا